زندگی بیشتر مردم با یک اشتباه بزرگ خراب نمی شود، بلکه با 3 تصمیم کوچک خراب می شود. تصمیم هایی که هر روز انجام می دهند و حتی فکر نمی کنند که دارن نابود می شود. تصمیم اول: امروز حس ندارم، فردا انجام میدیم. این جمله به ظاهر ساده ریشه تمام عقب افتادگی هاست. فردا یک دروغ است. هر کاری که ارزش انجام دادن را دارد امروز باید انجام شود. اگر امروز انجامش ندادی، فردا هم انجام نمیدی. این تصمیم آرام آرام زندگی تمام اعتماد به نفس و امیدت را میکشد. تصمیم دوم: مثل بقیه نیستم، نمیتوانم. این جمله خطرناکتر از تنبلی است. تو وقتی به خودت این گونه نگاه میکنی که حتی قبل از شروع خودت را شکست میدی. کسی که فکر میکند نمیتواند هیچ وقت نمیتواند، نه به خاطر واقعیت، به خاطر ذهن خودش. تو دشمن بیرونی نداری، دشمن اصلی تو همین جمله است. تصمیم سوم: فعلا استراحت کن، امروز مهم نیست. این جمله قاتل عمر است. مشکل استراحت نیست، مشکل این است که تو داری به مغزت یاد میدهی که سختی را تحمل نکند. مغز وقتی سختی را تحمل نکند، تو هیچ وقت به جایی نمیرسی. هیچ آدم موفقی به راحتی ساخته نشده است. این تصمیم کوچک تو را آرام آرام به انسان بی هدف تبدیل میکند. همین 3 تصمیم کوچک زندگی تو را میخورد. اگر امروز از ذهنت حذفشان نکنی، فردا تو همین طور خواهد ماند. ولی اگر امروز تصمیم بگیری تغییر کنی، از همین جا، از همین لحظه مسیر زندگیت را عوض کن. اگر از ویدیو خوشتان آمد، حتما چینل را سابسکرایب کنید و ویدیو را لایک بزنید.